السلام علیکم یار دوستان محترم هواداری مرغ بازار یکم شسکه. بعد شما دوستان از نرخ و نواهای امروز مرغایی که در بازار هست بیان میکنیم. اگر ویدیو برای شما پسند آید حتما فکر و اندیشه های نیک خود را در زیر نوار میگذارید دوستان. ولی بعد شما ولی از نرخ و نواها دیدن میکنیم. اگر ویدیو مخصوص شود حتما فکر و اندیشه های نیک خود را میگذارید. من دوستان مرغ اینکوباسیونی برای تخم نمیدونم که حق تخمش ادا کرده باشه یا نه. 35 سومانی چون هر یک دانش 35 سومانی. رمضان چند چیزانیم ممکن چا 15 و اوچاش 50. اینا همش چوجاچه 5 تا 5 چوجاچه 15 سومانی همش مکیه نه؟ ها او بیا اوچ 50 سومون بده اوچش بچهش 15 ای من دوستو. بچه من سوداگرش این بچه دیدم. بچه فردوس میشی؟ نه من جانم جیانی فردوس. نه ماشاءالله. ایندو کات چند کاری جیم همه؟ هر دو چی 300 یا 300 سوم سال نبودی ها؟ یه دونه 300 سوم چند کیلوی باشنه اینو؟ برشو کشیده 300 سومون هر یک دونش میدونش. دوستو فروشندوش 260 کردم نداده فروخته چقدر اینو میترسی؟ نه 300 میگم با سودا میشه 20 سومون نداستاده 30 سومون جای پول بروش 30 سومونی بده از من موده ها من مرغان لازم میفهمم. این سفیدای نه که چو دور گرختی بیا خروسات نرخه یه تاینا این خروس چند کرده بود؟ من خروس 80 سومون کرده بودم 80 سومون. این دوکار صدی کردن نداسته دیم. من این دوکار بازار 250 سومونی گوستادن صاحب شما. تقریبا میگم خودشون کشتن 5 کیلو گوشت کردست میگم. من 250 سومونی. این مرغا چی؟ مرغا هیچ چیزی نیست. نه. یک بار دیگه من پیش هر دوشی 500 کرد من. هر دوشی 500 سومونی کرد با نداسته دن. این بود دوستو بر شما از نرخ نبوهای همین مرغ بازار دیدن کردیم. ویدیو معقول شود که حتما فکر و اندیشاتون رو در زیر کامنتاری ها میگذارید دوستان. های باقی سربلند و خانه آباد باشید.